سلام به بچه های فری فایر. من اومدم امروز یه رونمایی از اکان داشته باشم. امیدوارم خوب باشین و سلامت هم باشین. خب دوستان، من اول ببخشین یه لحظه حواسم نبود، فکر کردم چیز شد. خب دوستان، من اول یه ویدیو دیگه گرفتم، دوباره پرید، فکر کنم داغ کرد گوشیم، پرید بیرون، دوباره آوردم تو بازی. ببخشین که یه دفعه اینجوری شد. حالا رونمایی از اکانتم بعد یه دور بازی براتون میذارم. بچه‌ها پینگ خیلی درست نبود و تو بازی انداختم بیرون. گوشی هم مگه داغ کرده بود دیگه میندازه بیرون وقت گوشی من اینجوریه. حالا بریم یه دست گیم پلی داشته باشیم. لایک و کامنت یادتون نره دوستان، فالو هم یادتون نره. خیلی ممنونم بابت تماشاتون. بریم. ببخشید یه لحظه قطع کردم فیلمو. خب دوستان بریم. انمی هم که نیست، یه دونه زدم اونجا تو ویدیو قبلی، نمیدونم چرا ضبط نشد، چون که یه دفعه از تو بازی انداختم بیرون. یکی صدا درست نمیاد دیگه، ببخشید. حالا اگه درست نمیاد که دیگه خوب، اگه حال دیگه بازی من اونجور دیگه خوب نیاد دیگه، خودتون یو ام پی رو بگیریم بریم اون کدوم بریه. تیر یو ام پی هم داشت. خودست از پشت داره میزنه. کجاست؟ اصلا پیدا نیست، نمیدونم از کجا میزنه. اینهاش وایس سرکا پشت سنگ در بیاد. وای دوستان ببخشید، یکم نوبم من، کم نوب بازی در میاره آدم. حواسم نبود، هم داشتم پشت میزدن هم از جلو. خب حالا دوستان بریم برای همین اکانت نشونتون بدم دیگه. ویدیو قبل میگم 3 بارم 2 بار گفتم، حالا دیگه این دفعه هم بهتون بگم. من قبلا یه رونمایی از اکانت رو گرفتم، ولی نمیدونم چرا نت بد بود، از تو بازی انداختم بیرون کامل. حالا براتون یه رونمایی میگیرم. بریم برای رونمایی. خب دوستان این از موهاش هست. خب این از همونطور که گفتم از موهاش، از ویدیو خیلی کار خورد، ببخشید. این از موه، این هم دیگه برای دختر این هست. خب این از ماسکاش. این از ماسکاش، خودتون دیگه نگاه کنید قشنگ. این هم از تتو صورتش، از لباس و 3 چیزاش. بریم برای شلوار و چیزا. این از شلواراش هستش. اینم از دمپایی و ببخشید، اینم از دمپایی و کفشاش، بهتون ببینید قشنگ. بریم برای دنس و اینم از دنساشه، برای کیف و اینم از کیفاشه، از چتره که میاد پایین از هوا وقتی میپره. خب دیگه داره دیگه، خوبه، بدم نیست، ولی کم داره، خیلی چیزا کم داره. نه از پروفایلاش که دیگه زیاد مهم، نه از دیگه اینا. خب خیلی ممنون بابت تماشای ویدیو و لایک و کامنت و اینا یادتون نره. خیلی ممنونم که تماشا کردید.
لطفا حمایت کنید که بتونیم یه اکانت بهتری بخریم و ویدیوهای بهتری براتون بذاریم. خیلی ممنون بابت تماشاتون. لایک و کامنت و فالو یادتون نره. فعلا خداحافظ.